سلام، من آنایتا هستم. شاید منو از بقیه فضاهای مجازی بشناسین. ویدیوهام درباره سفر، شراب، خبرنگاری. اما این کانالی که درست کردم در یوتیوب برای چیز دیگه ایه. میخوام درباره بخش دیگه ای از زندگیم باهاتون حرف بزنم. مدتی هست که با سرطان سینه دارم زندگی میکنم. خیلی وقت نیست، تقریبا شاید 3 ماه هست این الان که دارم باتون حرف میزنم. در واقع اواسط آوریل هستیم که این ویدیو رو ضبط میکنم و مسیری پر از ترس، نگرانی، وحشت، در عین حال امید و لحظه های قشنگ در کنار عزیزان بودن. میخوام درباره این مسیر باهاتون حرف بزنم، نه از زاویه ترس، بلکه از یک زاویه دیگه، از زاویه‌ای که هر روز اون رو تجربه خواهم کرد و هر چیزی که در واقع اطلاعاتی که به دست بیارم رو دلم میخواد باهاتون به اشتراک بذارم و سعی میکنم از ورزش کردن، از دیل کردن یا چطور زندگی کردن با پیک لاین هر روزه براتون سعی میکنم ویدیو بذارم. دلم میخواد که تجربه های تلخ و شیرینم رو باهاتون به اشتراک بذارم، نه تنها که حال خودم بهتر میشه، بلکه احتمالاً بتونم کمکی بکنم به دیگران، کمکی بکنم به کسانی که دارن این مسیر رو طی میکنن تا بتونیم با هم این مسیر رو طی بکنیم. اگر شما دارید با سرطان زندگی میکنید، در حال درمان هستید، اگه کسی رو میشناسید که سرطان داره، پیک لاین داره، میخواد ببینه چطوری ورزش بکنه، چه چیزایی بخوره. من دکتر نیستم البته بگم چه چیزایی بخوریم چه چیزایی نخوریم، اما چیزایی که خودم برای خودم درست میکنم و به نظرم میاد که خوب هستن رو حتما با شما به اشتراک میذارم. اگر که سوالی دارید حتما اینجا برام بنویسید. اگه دوست دارین راجع به یک موضوع خاصی حرف بزنیم حتما اینجا بذارید. امیدوارم که تو این مسیر با هم باشیم. مرسی که اینجایید، مرسی که گوش میدید و اگه خواستید مشترک بشید برام بنویسید چه موضوعی براتون مهمه که اول از اونجا شروع بکنیم.